روز بخیر بیننده عزیز آزادی، خوشحالم که دوباره با شما هستیم. برنامه نوید بامدادی است با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر همراهتان. امروز 17 مارس است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرهای امروز: مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان آغاز شد. درس دهم یا به سؤال مفتشان پاسخ گوییم. شکایت معلمان از تفتیش دادستان‌ها. صادرات برق به خارج زیاد شد، اما مردم تاجیکستان همانو از برق تنقیصی میکشند. مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در مسئله مرز روز 16 مارس در شهر گلستان ولایت سوغد آغاز شد. خبرنگاران مستقل را به ملاقات راه ندادند و بنا به این جزئیات صحبت‌های دو طرف فعلا معلوم نیست. بنا به اطلاع رسانه‌ها، هیئت‌های تاجیکستان را رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمامین یتیموف و هیئت قرقیزستان را رئیس کمیته دولتی امنیت ملی آن کشور قمچینبک توشیف رهبری دارند. یک روز پیش رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوغد با نماینده وکالتدار حکومت قرقیزستان در بودکن اومربک سوان علیف در خوجند صحبت کرد. دو طرف درباره گشودن گذرگاه‌های کلوندو و کیرگچ در ناحیه لیلک صحبت کردند. این گذرگاه‌ها را با هدف پیشگیری از گسترش کرونا ویروس بسته بودند. خط مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر است. تا کنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سر منطقه‌های بحث برانگیز به موافقه برسند. بر اساس ماجراها در منطقه‌های نامعین از دو طرف چندین نفر کشته و زخمی شدند. گروهی از آموزگاران شهر خاروق از تفتیش‌های پی در پی ماموران دادستانی شکایت کرده گفتند برای کمبودهای خرد آنها را جریمه می‌بندند. دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت تنها اجرای قانون را در مکتب‌ها نظارت کردند. روز 13 مارس سامانه پمیر دیلی در گزارش نوشت آموزگاران شهر خاروق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان از تفتیش‌های زیادی کارمندان دادستانی ناراضی هستند. آموزگاران از ترس پیش آمدن مشکل در کارشان از افشای نام خود خودداری کردند. به گفته آموزگاران بیش از نیم سال است که ماموران دادستانی زود به مکتب‌های ولایت بدخشان مهمان شده سبب آمدن خود را تفتیش کاری آموزگاران میگویند. آموزگاران گفتند آمدن کارمندان نهادهای قدرتی از جمله دادستانی به مکتب برای آنها یک نوع فشار است. اما مسئولان دادستانی ولایت بدخشان چنین شکایت‌ها را بی اساس دانستند. دادستان ولایت گفت تنها در دایره وکالت خود نظارت اجرای قانون‌ها را در مکتب‌ها سنجیدند. مسئله تفتیش مکتب‌ها از سوی دادستان‌ها در سامانه رادیوی آزادی بحث گرم را به میان آورد و بسیاری‌ها تفتیش‌های زیادی آموزگاران را نادرست خواندند. اگر شما هم در این باره نظری دارید می توانید به ما نویسید. تا فرارسی جشن نوروز همگی 4 روز دیگر مانده است، ولی از حالا تجلیل این جشن در گوشه و کنار تاجیکستان آغاز شده است، از جمله در شهر خوجند مرکز ماموری ولایت سوغد. گزارش همکارم فرزان محمدی را در این باره همراه می‌بینیم. در آستانه جشن نوروز در شهر خوجند نمایش بازی‌های عیدانه ملی برگزار شد. در آن زیاده از 3000 کودک و نورس از شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد شرکت کرد. گفته شد این تلاش است در راه احیای بازی‌های ملی ورزشی. همین طور شد که بازی‌های ملی ما را دیگر بازی‌هایی که در دوران شوروی بودن تنگ کرده برآوردند. بنابراین بازی‌های ملی گم شدند. اگر آنها را نامبر کنید تقریباً 20 تا زیاد بازی‌های ملی هستند که آنها خصوصاً در دوره عید جشن همین عیدهای ملی تقویمی است یا که گوییم غیر تقویمی. شرکت کنندگان از روی 8 نمودی بازی‌های ملی لالک پرانی، بادپرک، حپک، لکبر، ارغنچین بازی، لنکه، چلک و عاشق با هم رقابت نمودند. بازیگران بهترین جایزه‌های نوروزی گرفتند. رسیب هم نگاه کنید که هرچی که میگم در رسیب هم نمود همه عاشق معمولی نه میگویند، لیکن در آنجا لالک پرانی بادپرک بازی نیست. برای چی؟ شمال اینجا مهمترین چیز همون فصلی در کاری نبینید اولی بهار چقدر شمال میشد یا که تیرموی رقص بینید شمال چقدر سخت میشد. تابستان با لالک بازی بادپرک پرانی نیست.
مثلا در خطای این خیلی معمول است. امروز همه بادبرک‌های لالک‌های خطایی در مغازه‌های ما فروخته می‌شوند. به این اهمیت داریم. بار نخست ضرورت احیای بازی‌های فراموش شده ملی را هنوز سال‌های 1980 تاریخ شناس استاد دانشگاه خوجند نعیم جان ترسونوف پیشنهاد کرده بود. ظاهراً آرزوهای او امروز عملی می‌شوند. انتظار می‌رود که این حرکت در سراسر تاجیکستان پیروی شود. سال گذشته جشن نوروز در خوجند در اوج پهنشوی کووید 19 برگزار شد. بعضی از ساکنان گفتند جمع آمد آدم زیاد در ورزشگاه شهر سبب سرایت دیدن ده‌ها نفر شد. ولی امسال مقامات میگویند معرکه‌های نوروزی با احتیاط و رعایت قاعده‌های بهداشتی جریان خواهد گرفت. فرزا محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند. تاجیکستان در 2 ماه اول سال روان به خارجه به مبلغ قریب 8 میلیون دلار برق صادر کرده است. این رقم در قیاس به همین دوره سال گذشته 2 برابر بیشتر بوده است. مقامات نگفتند که برق اساساً به کدام کشورها صادر شده است، اما پیشتر گفته می شد که برق تاجیکستان اساساً به افغانستان انتقال داده می شود. افزایش انتقال برق به خارجه در حالی است که مردم تاجیکستان از ماه دکبر سال گذشته به کمبود برق روبرو هستند. از روز 5 ینور به این طرف در کشور رسما لیمیت برق جاری شده است و انتقال برق به منزل ساکنان دهات از ساعت 23 تا 6 صبح قطع می شود. مقامات دلیل جاری شدن لیمیت را به کمبود آب در آبانبارهای تاجیکستان ربط دادند. هنوز معلوم نیست که لیمیت برق رسما کی برداشته می شود. شرکت برق تاجیک پیشتر اعلان کرده بود که زیاد گردیدن سطح آب در مجرای دریای وخش و ذخیره آب آبانبار نارک می تواند باعث بیکار شدن لیمیت گردد. ولی این سوال همیشه مطرح است که اگر واقعا کمبود آب در کشور جای دارد، پس افزایش انتقال برق به خارج کشور چی معنا دارد؟ مقامات در پاسخ به این نظرها گفتند تنها به خاطر از دست ندادن بازار و دزدیده نشدن خطهای انتقالی صادرات برق را به خارج به خصوص به افغانستان قطع نکردند. ایالات متحده آمریکا ارتش میانمار را در سرکوب بیرحمانه اعتراضگران صلح‌آمیز عیبدار کرد. این در حالی است که در فضای سرکوب‌های افزایش یابنده و استفاده نیرو علیه اعتراضگران بسیاری‌ها شهر رنگون را ترک می‌کنند. کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن روز 16 مارس ضمن بازدید از توکیو نظامیان غصب کرده قدرت در میانمار را برای سرکوب مرگبار اعتراضگران که تنها 2 روز پیش 74 کشته بر جای گذاشته است محکوم کرد. او گفت در میانمار نظامیان تلاش دارند که نتیجه های انتخابات دموکراتی را بیکار کرده اعتراضگران صلح‌آمیز را بیرحمانه سرکوب کنند. بعد آنکه ماه فوریه نظامیان قدرت را در این کشور واقع در آسیای جنوب شرق اشغال و رهبر مدنی آن اون سان سو چی را با اتهام به گفته طرفدارانش ساخته‌کاری شده به حبس گرفتند، میانمار با اعتراضهای دوامدار روبرو شده است. اون سان سو چی را در استفاده غیرقانونی دستگاه‌های مخابراتی، ویران کردن قانون محدودیت‌های کرونا ویروس، نقض قانون مخابرات و هم تلاش بی‌ثبات کردن کشور گناهکار می‌کنند. بیننده عزیز، پیش از آن که قربی اسعار خارجی را برای شما بگویم، میخواستم درباره مسئله نرخ سوزشواری روشنی اندازم. بسیاری از شما درباره نرخ سوزشواری از ما پرسیدید. روزهای اخیر واقعا نرخ مواد سوزشواری به خصوص بنزین و سوزشواری دیزلی در تاجیکستان یک بار بالا رفته و در بعضی حالات رانندگان از کمچین شدن سوزشواری شکایت دارند. مقامات دلیل یک بار بالا رفتن نرخ سوزشواری را به قطع شدن انتقال بنزین از قزاقستان و بالا رفتن نرخ نفت در بازار جهانی ربط دادند. فعلا در این باره شرح بیشتری نداریم و تلاش میکنیم موضوع را پیگیری کنیم. حالا نوبت به قربی اسعار. بانک ملی تاجیکستان قربی اسعار خارجی را در برابر سامانی برای امروز 17 مارس چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با آخرین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان. اطلاع از این بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. خدا نگهدار.